شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شخص مؤمن این انعکاس جهت مثبی او، جهت خلقش، دینش و ارزش‌های اسلام. برای همین من دعوت میکنم که ما تفکر کنیم اویدی چه خیل رفتار کردن ما در سر چنبرک. بسیاری از ما ماشین میرانند اما اکثریت این را با ویران کردن قاعده های شریعت میکنند. همزمان با زیان و آزار رسانیدن به مردم این خود ضد شریعت است. الله گفته است و کسانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را به هیچ گناهی که کرده باشند میآزارند تهمت و گناه آشکاری را بر دوش میکشند. این مخالفت آشکار به شریعت است و همچنین ویران کردن قاعده های حرکت در راه. این شاید سرکشی کردن از امر پروردگار بوده میتواند و محافظت حیات مردم. شخص تصمیم به خطری را نمیگذراند، به حد تیز میراند، به علامت های راه اعتبار نمیدهد. همه اینها دلالت بر آن میکند که بعضی از ما متاسفانه بین طرز راندن ماشین و خلق اسلامی فرقیت میگذارند، ولی این خطاگی بزرگی است. ما باید ارزش‌های اسلامی را در وقت راندن ماشین هم عملی کنیم. برای همین ما باید همیشه با ماشین و مردمی که در راهند به واسطه ارزش‌های انتظامی و رعایت کردن قاعده‌ها مناسبت کرده باشیم و همچنین به واسطه صبر کردن نسبت دیگران و نیز به واسطه بخشایش بر کسانی که با ما مخالفت دارند و بر کسانی که خطا میکنند. برای آنکه که مشکلی‌ها زیاد نشوند ما به ارزش‌های حرمت و احترام نیز نیاز داریم. ما باید همه را احترام کنیم. آنها همراه ما در این راهند. ما نباید گوییم که من اول هستم و من باید اول گذرم. دیگران را احترام کن، ارزش‌های خودت را دان. تو مسلمانی که سری چنبرکی، تو دارای ارزش‌ها، خلق و پرینسیپ‌ها هستی. همه اینها را آنچنان محافظت کن که تو از جمله کسانی گردی که قرآن و سنت پیامبر را احترام خاص می‌گذارند و آن را در حیات خود تطبیق می‌کنند و همچنین در وقت راندن ماشین از الله طلب آن را دارم ما را از جمله کسانی گرداند که پیروی می‌کنند از هر آن چیزی بهترینی که شنیدند.